صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای یکتا ازلی و ابدی، ای ایزد مهربان و ای پدر آسمانی، به درگاه مقدس تو آمده و نام پرشکوه و یکتا و جاودانه‌ات را می پرستیم و ستایشت می کنیم و تو را به خاطر کلامت و به خاطر منجی زنده‌ای که به ما عطا کردی تا شفیع ما شود، یعنی عیسی مسیح، شکر و سپاس می گوییم. ای مسیح خداوند، تو را حمد و ثنا می‌خوانیم که ما را از فیوزات سماوی بهره‌مند ساخته ای. ای عیسی پرجلال، بدون تو از محبت بی حد و اندازه خدا خبر نمی داشتیم. بدون تو از اندازه آمرزش الهی آگاه نمی بودیم و آن را در عمل بر روی صلیب نمی دیدیم. بدون رهایی تو ما هنوز در ضعف و در گناه غوطه‌ور می بودیم. بدون تو از فیض الهی در تبدیل زندگی خود محروم می ماندیم. بدون تو از فرمان روایی و ملکوت خدا و یا از نقشه خدای پدر در متحد کردن بشریت در عدالت و محبت آگاهی نمی داشتیم. ای نجات دهنده بشر، زبانمان همیشه از شکر تو قاصر و قلبمان از ابراز محبت به تو عاجز است. تمنا می کنیم وجود ما را پذیرا باش که جان خود را فدایت می کنیم. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنای رسول. برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم و عاشقان حق، درود بر شما. فیض و محبت خدا یکتا که در عیسی مسیح بر ما آشکار شده بر شما تابان گردد تا در مهر و صفا و محبت خدا روزهای خود را به سر آورده و با مشارکت با منجی زنده هر روز از چشمه آب حیات و نان حیات بهره‌مند شده و روح خود را به این وسیله از فیض خدا اقنا نمایید. در برنامه این ساعت و در ادامه مطالعه زندگی و تعلیمات عیسی مسیح توجه خود را معطوف به فصل 10 از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنای رسول نموده و از آیه 22 دنباله کلام خدا را که در برنامه قبل موفق نشدیم خدمتتون بخونیم. در برنامه این ساعت براتون میخونیم و توضیحاتی برای روشن ساختن معنی آیات به عرضتون میرسونم. اجازه میخوام که از فرصت استفاده کنم و در ابتدای برنامه از همه عزیزانی که لطف کردن و برای ما نامه نوشتن صمیمانه سپاسگزاری کنم و خدمت شما یاران مهربان عرض کنم که ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی میدهیم و برای علاقه‌مندان کلام خدا و نشریات مفید دیگر که باعث تقویت و هدایت در ایمان و راستی میباشد ارسال می‌داریم. ما خدا را شکر می‌کنیم که کلام خدا در زندگی بسیاری از شما جا گرفته و شما به صلح الهی و نجاتی که خداوند به وسیله عیسی مسیح برای ما مهیا کرده است رسیده اید. خدا را شکر باشد که شما نیز نوری باشید که دیگران را از حقیقت خداوند آگاه ساخته و جانهای بسیاری را نجات بدهید.
فراموش نکنید هر کسی که نجات پیدا میکنه وظیفه داره که مژده خدا را نیز به هم نوعان و دوستان و همسایگان خود برساند. خدا همه شما را برکت و تقدیس نماید و دعای من اینه که روز به روز شما به وسیله دعا و مشارکت با عیسی مسیح زنده به سوی قدوسیت، پاکی و به سوی خدا به پیش بروید. خدمتتون عرض کنم که در 18 آیه اول فصل 10 عیسی مسیح خود را به شبان نیکو تشبیه کرده و کار و مقام خود را در مثل شبان برای ما تشریح می کند. از جمله در آیه 16 الی 18 می‌فرماید که شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می‌نهد. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می‌نهد و اعلام می‌کند که او به خاطر ما جان خود را فدا خواهد کرد تا به من و شما حیات جاودانی عطا کند. دوستان عزیز، همونطور که شبان حاضر است به خاطر گوسفندان خود جانش رو فدا کنه تا گوسفندان سالم و زنده باقی بمانند، از شر گرگ‌ها حفظ در امان باشند، به همین نحو عیسی مسیح از این مثل استفاده میکنه تا آن هدف از آمدنش را برای ما تشریح کند که او جان خود رو میده تا من و شما از مرگ ابدی برهیم و صاحب زندگی جاوید بشویم. در این آیات یک بار دیگر عیسی مسیح درباره مرگ و صلیب خود پیشگویی میکنه. مرگی که سبب کفاره یا بازپرداخت جرم و گناه بندگان خدا خواهد بود. برخی اشخاص هستند که اصرار می‌دارند خدا عیسی مسیح رو به قدری دوست داشت که مایل نبود که مسیح در روی صلیب زحمت ببینه و از این رو پیش از اینکه عیسی مسیح بمیره خدا او را به آسمان برد و شخص دیگری به شبیه او یهودیان به صلیب کشیدند. ولی دوستان عزیز، عیسی مسیح کاملا خلاف این تعلیمات را به ما تعلیم میده و میگوید علت این که خدا یا پدر سماوی او را تا این اندازه دوست دارد و محبت میکنه اینه که او جان خود را در راه گله یا انسانها میدهد. به عبارت دیگه نهایت محبت خدا در این آشکار شده که خدا اجازه داد که مسیح کفاره گناهان ما را تحمل کنه و یا به خاطر ما جان بدهد. اراده خدا بر این است که عیسی برای نجات دنیا جان بدهد و در او جهان را با خود مصالحه دهد. دوستان عزیز، فراموش نکنید که عیسی نمرد تا اینکه نابود شود. مرگ عیسی با سایر مرگ‌ها متفاوت داشت، بلکه او مرد تا بر مرگ غلبه کند و با فتح و نصرت از قبر برخیزد. او جان داد تا اینکه بار دیگر آن را باز ستاند. او به راستی شبان نیکو بود که به خاطر اینکه به ما حیات ابدی عطا کند جانش را فدا کرد و خدا او را در روز سیوم از مردگان برخیزانید. هر وقت عیسی مسیح ادعایی در مورد خودش می‌نمود، نتیجه آن دوستان عزیز بروز نفاق و اختلاف بین شنوندگان بود. و وقتی مسیح فرمود که او شبان نیکو است و تنها توسط اوست که بشر به حضور خدا میرسه، یک بار دیگر مشاجره بین مسیح و یهودیان علل خصوص ملایان دینی در میگیره. و این حقیقتی است انکار نکردنی که هر بار مسیح حقیقتی رو آشکار میکرد و ادعایی رو مینمود همیشه اختلاف پیش میآمد. گوش کنید به کلام خدا که از آیه 22 براتون میخونم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. میفرماید پس در اورشلیم عید تجدید شد و زمستان بود و عیسی در هیکل در رواق سلیمان میخرامید. پس یهودیان دور او را گرفته بدو گفتند تا کی ما را متردد داری؟ اگر تو مسیح هستی آشکارا به ما بگو. حالا در مورد این آیه بایستی عرض کنم که عید تجدید اولا عیدی بود که از سال 164 قبل از میلاد مسیح جشن گرفته میشد. یهودیان این جشن را بسیار مهم می‌دانستند، زیرا ایامی بود که عبادتگاه مقدس را یهودیان مجدداً تطهیر کردند. آیین این عید برای مدت 8 روز در ماه آذر به عمل می آمد. عیسی که عادت داشت که به هنگام توقف به اورشلیم بره و در عبادتگاه بره، این بار هم مطابق معمول به خانه خدا میره تا مردم رو تعلیم بدهد. وقتی یهودیان او رو در خانه خدا میبینند، دور او رو میگیرند و از او سوال میکنند که تا کی ما را مردد میداری؟
سوالی بود که معقول و به ظاهر منطقی و عیسی میبایستی جواب بده. به هر حال عیسی آمده بود تا آنها را راهنمایی کنه و هدایت کنه، پس لازم بود که عیسی جواب آنها رو بده. ولی دوستان عزیز، در عین حال اشخاصی که این سوال میکردن در حقیقت نمیخواستن حقیقت الهی را درک کنن. طالبین نبودن که واقعا مسیح را بشناسن، بلکه میخواستن برای عیسی مسیح تولید اشکال کنن. این هدف آنها بود. هدف آنها حقیقتا نبود که میخواستن حقیقت الهی رو پیدا کرده و از عیسی مسیح پیروی کنن. اونا مرده و تشنه عیسی نبودن، طالب عیسی نبودن. و علت این که مسیح به آنها جواب نمیدهد که او همان مسیح موعوده اینه که آن وقت از او میخواستن پادشاه بشه. یعنی اگه مسیح میگفت من مسیح موعود هستم، آن وقت بهش میگفتن خب پس حالا باید پادشاه بشی، چون که در تورات مقدس آمده که مسیح موعود پادشاه خواهد بود. مقامی که البته مسیح گفته بود از آن من است، منتها نه در ظهور اول خودش. فراموش نکنید که تمام پیشگویی‌های پیغمبران اسبق در تورات مقدس که در مورد مسیح گفته شده به دو قسمت تقسیم میشن. گروهی از آن پیشگویی‌ها مربوط به ظهور اول عیسی مسیح و گروه دوم مربوط به ظهور ثانوی است. منتها یهودیان این دو رو از هم جدا نکرده بودند و یا تفاوتی بین این دو نمیدانستند. مسیح در ظهور اول برای کسب مقام پادشاهی این دنیا نیامده بود. آیه 25 الی 3 جواب عیسی را می‌خوانیم که میگوید عیسی به ایشان گفت من به شما گفتم و ایمان نیاوردید. حالا اعمالی را که به اسم پدر خود به جا می‌آورم آنها برای من شهادت می‌دهند، لیکن شما ایمان نمی‌آورید، زیرا که از گوسفندان من نیستید، چنان که به شما گفتم. گوسفندان من آواز مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و مرا متابعت میکنند و من به آنها حیات جاودانی میدهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. پدری که به من داد از همه بزرگتر است و کسی نمیتواند از دست پدر من بگیرد. من و پدر یک هستیم. عیسی مسیح در پاسخ سوال آنها می‌فرماید که من بارها به شما گفتم که من مسیح موعود هستم و می‌فرماید اما شما ایمان نیاوردید. در فصل 6 دیدیم که عیسی مسیح به آنان می‌فرماید که اگر ادعای مرا قبول ندارید که من مسیح موعود هستم، لااقل به اعمال من توجه کنید، به کارهای من توجه کنید. به عبارت دیگر مسیح اعمال و معجزات خود را دلیلی بر مسیح موعود بودنش میدونه و میگوید شما قادر نیستید به این حقیقت مهم پی ببرید. چرا؟ چون از آن من نیستید. طالبی نیستید که حقیقت را درک کنید. میگه کارهایی که من به نام پدرم انجام میدهم به من شهادت میدهند. او در برابر چشمان آنها کور مادرزادی رو بینا کرده بود. او عبادتگاه را طاهر ساخته بود. او مفلوجان را در برابر چشمانشون شفا و خرامان ساخته بود. حالا برای کسانی که حقیقتاً می‌خواستن بدانن که عیسی چه کسی میباشه، این اعمال کافی بود که به آنها ثابت کنه که بله او مسیح موعوده. چرا؟ چون انبیای اسبق در مورد کارهای مسیح پیشگویی کرده بودند که عبادتگاه را تمیز میکنه، پاک میکنه، کوران را بینا میکنه، مفلوجان را خرامان میکنه و مریضان را شفا میده. ممکنه شما سوال کنید که پس اگر اینطوره چرا یهودیان به مسیح ایمان نیاوردند؟ در آیه 27 جواب را خود عیسی مسیح می‌دهد. می‌فرماید چون از گوسفندان من نیستید. این را گفت تا آن مثلی را که قبلا گفته بود به خاطرشان آوره. شاگردان مسیح با ایمان به سوی او آمدند و دانستند که او مسیحه، ولی این ملایان دینی به خاطر اینکه از همان ابتدا مسیح رو رد کرده بودند و به او ایمان نیاورده بودند، نتوانستند مسیح رو بشناسند. پس دوستان عزیز این موضوع بسیار مهمه. گوسفند شبان خود را باید بشناسه. یعنی برای من و شما بسیار مهم و حیاتی که منجی و نجات دهنده خود را بشناسیم. در آیه 28 و 29 می‌بینیم که عیسی مسیح نه تنها گوسفندان خود را میشناسه، بلکه به آنها حیات جاودانی عطا میکنه. او نه تنها در تمام مدتی که در وادی این جهان زندگی کنه از ما مراقبت میکنه دوستان عزیز، بلکه ما را که به او تعلق داریم وارث حیات جاودانی میگردانه و به سوی عالم بالا رهبری میکنه که تا ابدالآباد در خانه پدر ساکن خواهیم بود. یعنی تا ابدیت
در حضور خدای تعالی و در ملکوت سماویش زیست خواهیم کرد و هیچ کس و هیچ چیزی نمیتواند به آنانی که به وسیله عطیه نجات مسیحایی وارد ملکوت خدا شدن آسیب و آزاری برسونه، زیرا در دامن پرمهر و امن عیسی مسیح و در حضور خدا زیست خواهیم کرد. حتی شیطان هم نمیتواند ما را در آنجا وسوسه کند، چون در حضور خدا هستیم، یعنی جایی که شیطان راه نداره. سپس از آیه 30 و 31 عیسی مسیح که از جالبترین و مهمترین ادعای خود را ابراز می‌داره که برای بسیاری که هنوز عیسی مسیح رو نمیشناسن چه بسا باعث لغزش و عصبانیت و خشمه، ولی برای ما که او را میشناسیم حقیقته، مکاشفه خدا یکتاست. حالا یهودیان از او پرسیده بودند که آیا تو همان مسیح موعود هستی؟ ببینید جواب عیسی مسیح در آخر چه بود؟ او فرمود من و پدر یک هستیم. خدای من، این چه ادعایی است؟ من و پدر یک هستیم. او پسر خدا، مظهر خدا یکتا بود. به نوع خاصی با پدر سماویش وحدت داشت که هر آنچه را وی انجام میداد پدر انجام داده بود و آنچه را نیز پدر اجرا میکرد او اجرا کرده بود. حالا دوستان عزیز دقت کنید، شما که هنوز با عیسی مسیح به طور کامل آشنایی ندارید و یا شما که هنوز در راه تحقیق هستید، ببینید در اینجا اشتباه نشه، سوء تفاهم نشه. مسیح نمیگه که من یک انسان هستم که به مقام خدایی رسیدم. استغفر الله. دوستان عزیز، منظور عیسی مسیح این نبود که وی و پدر آسمانی یا خدا یک شخص واحد می باشند. خیر، مسلماً بین او و کسی که او را فرستاده تفاوتی وجود داره، ولی با اینکه این تفاوت و امتیاز وجود داره و با اینکه پدر هیچگاه پسر خوانده نمی شود و پسر هیچگاه پدرم نامیده نمیشه، ولی باز در اصل جوهر خود هر دو یک هستند. اصل و جوهر پسر با اصل و جوهر پدر تفاوت و اختلافی نداره. حالا منظور مسیح، دقت کنید دوستان، اتحاد و یگانگی کامل در اجرای اراده حق. منظور مسیح اتحاد و یگانگی کامل در اجرای اراده حق. گفتار و اعمال و زندگیش همونه که خداوند میگوید و خدا انجام میدهد و این عالی ترین حد نهایی تعلیمات عیسی در خصوص خود و خداست. در این آیات متوجه میشویم که به راستی او کلمه حقه، ذات حقه، مظهر و مکاشفه خدای تعالی است و در واقع عیسی مسیح به من و شما میگه که شما میخواید خدا را بشناسید، به من نگاه کنید، به من توجه کنید. اعمال من، گفتار من، تعلیمات من، زندگی من همش خداییه. خدا در من با شما صحبت میکنه. خدا خودشو در من به شما شناسانیده است. اگر مرا بشناسید، اگر تعلیمات مرا بفهمید، آن وقت است که خدا را میشناسید و تعلیمات خدا را میدانید. چرا؟ چون پدر مرا فرستاده و من کاملا مطیع اراده خدا یکتا هستم. در حقیقت مسیح خود را آینه میداند که خداوند جلال خیش را از طریق او بر بشر آشکار میکنه. یهودیان وقتی این را میشنوند آنقدر غضبناک میشن که سنگ‌ها را برمی‌دارن تا مسیح را سنگسار کنند. چرا؟ زیرا گفتن مسیح کفر گفته. اجازه بدید آیات را براتون بخونم. از آیه 32 براتون میخونم. میفرماید آنگاه یهودیان باز سنگ‌ها را برداشتند تا او را سنگسار کنند. عیسی بدیشان جواب داد از جانب پدر خود بسیار کارهای نیکو به شما نمودم، به سبب کدام یک از آنها مرا سنگسار میکنید؟ یهودیان در جواب گفتند به سبب عمل نیک تو را سنگسار نمی کنیم، بلکه به سبب کفر، زیرا تو انسان هستی و خود را خدا میخوانی. و عیسی مسیح بدون اینکه بترسه یا عصبانی بشه دوستان عزیز، با عکس العمل یهودیان مقابله میکنه. با وقار و آرامی تمام به آنها میگه چرا عصبانی شدید؟ چرا میخواید مرا سنگسار کنید؟ آیا به خاطر شفای آن مرد مفلوج و یا بینایی بخشیدن به آن کور مادرزاد میخواید مرا سنگسار کنید؟ یهودیان میگن نه، به خاطر کارا خوبت نمیخوایم تو رو سنگسار کنیم، ولی به خاطر کفری که گفتی، به سبب حرف یا ادعای ناحقی که کردی، یعنی ادعایی که گفتی من با خدا یکی هستم، این کفره. و دوستان عزیز
اگر عیسی یک نفر انسان معمولی بود و یا یک پیغمبر معمولی یا یک نبی و یا یک رسول معمولی بود، در آن صورت یهودیان حق داشتند او را بر طبق شریعت خدا، بر طبق کلام خدا ملحد و کافر شمرده و سنگسار کنند. ولی اگر ادعای او صحت داشت، آن وقت نمی بایستی سنگسار بشه، بلکه بایستی پرستش و عبادت بشه. و امروز همانطوری که دوستان عزیز یهودیان در 2000 سال پیش وظیفه داشتن در مورد ادعای مسیح تحقیق کنند، بر من و شما نیز واجب و ضروریه که ادعای مسیح را با دقت و نه با خشم و تعصب مورد تحقیق و موشکافی قرار بدهیم. بدبختانه ما ایرانیان عادت کردیم که هر وقتی که میخوایم تحقیق کنیم، به چیزی میرسیم، نتیجه میرسیم که برخلاف عقیده ماست، ما عصبانی میشیم، حاضر نیستیم رو قبول کنیم، خشمناک میشیم، تعصبمون، غیرتمون گل میکنه و به جای اینکه بپذیریم حقیقتو، اون رو رد میکنیم و یا میگیم نه قبول ندارم، هرچند درسته، هرچند حرف حق باشه. دوستان عزیز دقت کنید، بر من و شما ضروریه، واجبه که تحقیق کنیم که آیا ادعای مسیح درسته یا نه، ولی نه با خشم و تعصب، بلکه با روح فروتنی. اگر این ادعای مسیح دروغ باشه، آن وقت من و شما نیز باید در سنگسار کردن عیسی با یهودیان همراه باشیم. ولی اگر حقیقت داشته باشه، آن وقت وظیفه من و شماست که همانند شاگردان او با وی متحد شده و در مقابل او برای پرستش سر تعظیم فرود بیاوریم. بین این دو چیز دیگری نیست. یا مسیح حقیقتا فرزند خداست و هر زانویی باید در برابر او خم بشه، مسیح حقیقتا مظهر خداست و من و شما باید او رو بپرستیم، در برابرش فروتن بشیم، و یا اینکه او بدترین دروغگوی عالم و بدترین ملحدی است که در دنیا ظهور کرده. حالا برای اینکه من و شما بتوانیم به این حقیقت دست یابیم، بهتره که او را بشناسیم، اعمال و گفتارش را زیر ذره‌بین نهاده و با دقت به او توجه کنیم و ببینیم که به راستی او کیست. آیا مظهر و مکاشفه ذات حقه و یا یک دروغگو؟ و آن وقت بهتره عاقلانه در این مورد قضاوت کنیم، یعنی عجولانه قضاوت نکنید، بلکه از خدا طلب کنیم تا حقیقت را بر من و شما آشکار کنه. حالا دنباله گفتار و مشاجره مسیح با ملایان یهود در این خصوص از آیه 34 براتون میخونم. میفرماید: عیسی در جواب ایشان گفت: آیا تورات شما نوشته نشده است که من گفتم شما خدایان هستید؟ پس اگر کلام خدا بدیشان نازل شد، خدایان خواند و ممکن نیست که کتاب محو گردد، آیا کسی را که پدر تقدیس کرده و به جهان فرستاده بدو میگویی کفر میگویی؟ از آن سبب که گفتم پسر خدا هستم؟ اگر اعمال پدر خود را به جا نمی آورم، به من ایمان نیاورید. اگر اعمال پدر خود را به جا نمی آورم، به من ایمان نیاورید. ولکن چنان که اعمال پدر را به جا می آورم، هرگاه به من ایمان نمی آورید، به اعمال من ایمان بیاورید، تا بدانید و یقین کنید که پدر در من است و من در او. پس بار دیگر خواستند او را بگیرند، اما از دستهای ایشان بیرون رفت. دوستان عزیز، عیسی مسیح توجه افراد غیرتی یهود را به کلام مقدس تورات معطوف می‌داره تا ادعای خود را مبنی بر اینکه فرزند خدای یکتا، فرزند خدای بی نیاز، فرزند خدای بی شریک است به اثبات برسانه. وی گوهر حقیقت معمای وحدت خود را با پدر آسمانی در جلو حیوانات وحشی نمی افکند که فقط میل داشتن این گوهر را پایمال سازند و سپس برگشت او را بدرند، بلکه در عوض یکی از گفته های تورات را که مربوط به زمانی است که خدا داوران یهود را خدایان خوانده بود برای آنها نقل میکنه. و زیرا که آنها یعنی داوران نماینده خدا در میان قوم بودند، این نوشته را یهودیان تصدیق می‌کردند. حالا یگانه علتی که خدا این داوران را با وجود ستمکاری و با اینکه با مردم همیشه عادلانه رفتار نمی‌کردند و حتی به مردم فشار وارد می‌ساختند، لقب خداوند یا خدایان داده بود، این بود که کلام خدا، دقت کنید، کلام خدا به داوران سپرده شده بود و آنها مأمور بودند که کلام او را، یعنی کلام خدا را، به مردم ابلاغ نمایند، مثل پیامبران.
بنابراین در صورتی که خدا این مردمان غیرعادل را خدایان خوانده و به آنها خدا گفته بود، آیا عیسی که از طرف خدا برگزیده شده و از طرف خدای پدر به دنیا فرستاده بود و کاملا پاک و مقدس بود و مظهر و مکاشفه خدا بود، به صرف این که فرموده من پسر خدا هستم، مرتکب کفر و الحاد شده است؟ دوستان عزیز، نباید در اینجا سوء تفاهم پیدا بشه. ببینید، پسر خدا استخر را منظوری نیست که خدا تولید مثل کرده. خیر، پسر خدا در مسیحیت یا در عالم روحانیت فقط یک لقبی است که برای عیسی مسیح به کار برده است که به مفهوم خاصیه و آن اینکه او از یک انسان و یا یک پیامبر عادی به مراتب بالاتر و والاتره. ما درباره معنی پسر خدا بارها صحبت کردیم. باز تکرار میکنم، استخر را مقصود ما این نیست که خدا تولید مثل کرده و پسر زاییده. خیر، این کفره. بلکه مقصود اینه که مسیح سیرت و جلال و مکاشفه و کلمات و قدرت و ذات حق را به من و شما آشکار ساخته و به قول معروف از پدر آسمانی دارد نشان. مسیح نه فقط دلیل و برهان برای بیان مقام خود از تورات استفاده میکنه، بلکه از آیه 37 الی 39 باز کارها و اعمال و معجزاتش را نیز به عنوان سند مقام الوهیت خویش دانسته اون رو به کار میبره و به یهودیان میگوید حرفها و ادعای من تو خالی نیستن. اگر حرف مرا قبول ندارید، ادعای مرا قبول ندارید، لااقل به اعمال من، به معجزات من توجه کنید. چرا؟ چون دوست من، اگر عیسی دروغ گفته بود، اگر او یک شخص عادی بود، چطور امکان داشت که یک دروغگو کاری کنه که فقط و فقط خدا انجام میتونه بده؟ چطور ممکنه که اعمالی بکنه که جز خدا هیچ کسی دیگری انجام نمیتونست بده؟ آیا این نشانه نیست که خدا خودش در او با بشر داره صحبت میکنه؟ آیا این نشانه نیست که او مظهر خدا یکتاست؟ خدا از طریق مسیح داره معجزه میکنه و خدا از طریق او با من شما صحبت میکنه. مسیح در حقیقت میفرماید مرا تصدیق کنید که من در پدر هستم و پدر در منه. به عبارت دیگه قبول کنید که خدا در عیسی مسیح و از طریق او داره این معجزات و تعالیم رو انجام میده و زندگی او زندگی الهی و آسمانیه. در اوست که ما قادریم به جلال و بزرگی و حشمت و اقتدار خدا یکتا پی ببریم. در اوست که میتوانیم حقیقتاً معنی زندگی جاوید را بیابیم. در اوست که محبت خدا بر ما آشکار میشه و به ما نشان میدهد که خدا چقدر ما را دوست دارد و به وسیله اوست که خدا خود را به ما ظاهر ساخته. دوستان عزیز، شاید بگویید چیزهایی که مسیح میفرماید نمیتواند قابل قبول ما باشه. چرا؟ چون هیچ پیغمبر دیگه انجام نداده. ولی دوستان، مبادا شما مثل یهودیان از روی سخت دلی این حرف رو بزنید. بله، درسته که هیچ پیامبر دیگر حرفا و ادعاهای مسیح نکرده، حق با شماست. ولی آیا میدونید چرا؟ دلیلش اینه که او با سایر پیامبران فرق داشت. او فرزند خدا بود. او مکاشفه حق بود. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.